السلام عليكم ورحمة الله علیکم وبركاته اکا. علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. شما ساز خوب است اکا؟ الحمدلله. خدا ساز باشین از باشین. هم یک چند سوال داشتم اکا، گفتم بتونم یک جواب میدادیم. همی شما خوب هستید نظر انشاءالله. همی گپ مقصد چی میشه اکا؟ شما هیچ خوب گپی است؟ ندارد. از جمله سخنهای نیک حساب میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه والکلمت الطیبه صدقه. گپی نغزم صدقه است. همین گپی نغز صدقه ثواب است. نه مثلا انشاءالله با روزگی الله میشود اکا. شما خوب هستید نظر هستید انشاءالله میگوید. ان شاء الله اصلا به کارهای آینده گفته میشه. او لا اکین بعد تقل انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. الله تعالی در سوره کهف گفت که پگاه فلان کارو میکنم نگو مگرم با کلمه ان شاء الله. فردا این بعد کارو میکنم، پگاه این کارو میکنم. شما آینده حاضره پرستادید، یعنی شما خوب هستید، کفایه است. ان شاء الله اینجا حاجت ندارد. ان شاء الله مثلا وقتی کار کردنی میشید بعد میگویید. بعضی آدمایی نمیگن شما ساز است خوب است انشاءالله مثلا تمیز دیم برا. نه حاجت ندارد. خب همین چند روزه خیلی شده که همین شما را میگوید بخاب که نه انشاءالله که بخاب کردم که